در قرن هشتم کتابی نوشته شد که به مخوف‌ترین کتاب تاریخ تبدیل شد. اسمش الحضیف بود. گفته میشد این کتاب رازهای جادوی سیاه و راه ارتباط با جنیان را در خود دارد. بارها سوزانده شد اما همیشه باز میگشت، گویی که انگار خودش زنده بود. در قرن 19 شاعری یمنی به نام حسن المنصور نسخه‌ای از آن را پیدا کرد. ماه‌ها آن را مطالعه کرد تا اینکه یک شب طبق دستوراتش یک مراسم ممنوعه را اجرا کرد. شاهدان گفتند زمزمه‌های نامفهوم از خانه‌اش شنیدند، اما صبح روز بعد حسن ناپدید شده بود. تنها چیزی که از او باقی ماند دفترچه‌ای پر از جملات دیوانه‌وار بود. او نوشته بود: جن را دیدم و حالا دیگر نمیتوانم نبینم. این کتاب یک در است و من آن را باز کردم، اما چیزی که آن سوی در بود نباید هرگز رها میشد. برای دیدن عجیبترین اتفاقهای جهان، پیج دانای جهان رو لایک یا فالو کن.